سلام. امروز میخوایم اولین ویدیو یوتیوب چنل رو ضبط بکنیم با آقای مهندس. من دکتر جنتیان هستم، دامپزشک و مدیر مجموعه پتستا. منم سلام عرض کنم. چه افتخاری برای من شد واقعا که در این مجموعه خوب و حرفه‌ای، مجموعه پتستار، من امیرحسین یزدانبخش هستم و فکر میکنم داشتم حساب میکردم 5 سال. اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. شاید بیشتر باشه. افتخار آشنایی با مجموعه فوق العاده خوب و درجه که پتستار دارم. مرسی، خیلی ممنون. خب من اگه بخوام یه خورده از تجربه خودم بگم، به عنوان سرپرست پاپی بله 100%. اول ما پاپیو داشتیم، هیرو که نبود. اول پاپیو داشتیم و خیلی نگران بودیم از اینکه بچه رو جایی بخوایم پانسیون بذاریم. تصور ما پانسیون فضای بسته شیشه‌ای بود که همینطوری هم هست، یعنی بیرون جاهایی که به عنوان پانسیون هستن من یکی دو بار مجبور شدم پاپیو بذارم. واقعا یه فضای بسته شیشه‌ای کوچیک بود که من خودم ناراحت می‌شدم که این بچه مثلا ساعت‌ها باید اینجا باشه. خب فضایی که تو خونه داشت، راحتی که تو خونه داشت و خدا رو شکر ما با مجموعه پتستار آشنا شدیم و زمانی که مراجعه کردیم دیدیم یه فضایی که از خونه خودمون جذاب‌تره، حیات بسیار خوشگل، یه استخری و بعد مدیریت مجموعهش خانم دکتر جنتیان اولا که فوق‌العاده بود برای ما که دکتر دامپزشک هستن. این خودش یه مزیت فوق‌العاده درجه یکیه که علم این کار رو دارن، تخصصش رو دارن و فوق‌العاده هم عشق به این کار دارن و این ورود ما به مجموعه اینجوری شروع شد و بعد کم کم دیگه سال بعدش شدن دوتا، یکی شد دوتا، هیرو هم اضافه شد. هیرو هم اضافه شد و تعداد دفعات ما اومدن به پانسیون بیشتر شد. چند تا علت داشت. یکیش این بود که احساس آرامشی که به خود ما ایجاد کرد. دوم علاقه که خود سگ‌ها داشتن که بیان تو مجموعه پاپی و هیرویی که بسیار بد اخلاقه، هر جایی نمیره ولی با عشق از سر کوچه زوزه میکشه میخواد بیاد. و عرضم به خدمت شما نظم و انضباطی که اینجا داشت و مراقبتایی که شما داشتید. یکی از جذابیتاش برای من این چک لیستی بود که به من دادید و این نشون میداد که چقدر شما به کارتون اهمیت میدید. واکسن داشته باشن، شناسنامه داشته باشن، عقیم هستن نیستن، چند کیلو ان، غذا کی میخورن، چجوری میخورن، اسپری ضد کک و کنه، آفرین، آره، بعد غذایشون چجوریه، حساسیت دارن ندارن، پرخاشگر هستن نیستن. خیلی این چیزایی که شما دقت میکردین روش جذاب بود برای خود من و اینا نشون میداد که تیم حرفه‌ایه. خب آقای مهندس اینجا گفتن که اصلا چجوری با مجموعه ما آشنا شدن، البته نگفتین چجوری آشنا شدین؟ از طریق دخترداییشون یه زمانی توی بیمارستانی که من کارآموز بودم، زمان دانشجویی اونجا کار میکردن، تکنسین بودن اگه درست خاطرم باشه و از اونجا منو میشناختن و این شد که حساسیت ما رو میدونستن و معرفی کردن و دقیقاً هم حالا اتفاق خیلی جالب بود وقتی که ایشون معرفی کرد ما اومدیم دیدیم او چقدر آشنا داشتیم وقتی اینستای شما رو فالو کردیم، چقدر آشناهایی که بودن و قبلا تو مجموعه شما می اومدن. خب این اعتماده خیلی بیشتر شد و عرضم به خدمت شما که واقعا جدی دارم میگم زمانی که حتی مثلا یه جورایی مثلا پاپی مجبور میشد که باید دارویی میخورد یا کرمی میزد، خیال ما راحت بود که بیاریم اینجا این کار رو شما برای ما انجام بدیم که هم تخصصتونه هم وارد هستیم و خیلی مثلا مسائلشو میگفتیم مثلا اینجوریه، الان پاهاش چطوره، شکمش چطوره و پکیجه هی کاملتر میشد. گورمر اضافه شد، خیلی کمک کرد. خیلی از قدیم آقای مهندس با ملاخر ما مثلا همینطوری پله گسترش دادیم مجموعه. خب اولا که حالا اینو جلو دوربین میگم، پشت دوربینم خیلی بهتون گفتم. من تبریک میگم به این عشق و علاقه‌ای که شما دارین. این قضیه رشد شما قطعاً پشتشون عشقیه که خودتون دارید، هم به کارتون هم به در واقع حیوانایی که دور و برتون هستن و هم
به تیمتون. بله دقیقاً، و تیم واقعا خوبی که کمک میکنه اون اهدافی که من دارم، در واقع سختگیری‌هایی که من دارم عملی بشه. خب تیم حرفه‌ای هم موقعی به وجود میاد که یک رهبر حرفه‌ای و حالا اینم بگم ایشون اگه اینا رو میگم به خاطر اینه که ایشون یه مدتیه که به عنوان کوچ مجموعه ما افتخار داریم که با ما همکاری کنن. خیلی ما خوش شانس بودیم. خود آقای مهندس اومدن گفتن که ما یه بیزنسی رو می‌خوایم انتخاب بکنیم برای اینکه کوچش بشیم، حالا توی اون پروژه‌ای که داشتن، و خوشبختانه ما رو انتخاب کردن. طبیعتاً من با آغوش باز پذیرفتم و ایشون اومدن. حالا داخل مجموعه ما هم دیدین این ور داستان چجوریه. ما بابا خیلیشون کنجکاون ببینن این ور داستان چه خبره. خب اولا که اینو جدی میگم، خیلی ممنون از شما که پذیرفتید. خب اگر که برای شما اون اطمینان وجود نداشت، با توجه به اینکه من جزء مشتریای قدیمی شما بودم و کسی که 2 تا هم پت داره و فکر میکنم که ما یک دفعه پاپی هیرو رو 45 روز پیش شما گذاشتیم. سر بازسازی بود فقط. دقیقاً 45 روز. خب خیلی مدت طولانی بود. قطعاً بچه‌ها باید یه جای باشه که احساس آرامش داشته باشن و فیلمایی که برای ما میفرستادید بچه‌ها چقدر حالشون خوب بود. همین که شب بچه‌ها اینجا میخوابیدن، در واقع یکی از بهترینای تیم شما آقا مرتضی عزیز کنار اینا بود و دلگرمی بود واقعا براشون. ما اینطوری دیگه نمیتونیم جلسه هم داریم همینجوریه. عرضم به خدمت شما که این وجود خود آقا مرتضی کنار بچه‌ها شب خیلی دلگرمی بود و زمانی که اولا که این خوششانسی من بود، حالا چرا من توی مجموعه‌ای که داشتم دوست آشنا و خب رشته کاری خود من غیر از حالا بیزینس کوچ که دارم انجام میدم و تازه در واقع شروع این کارم رو استارت زدم، 24-5 ساله که کار من پخش تجهیزات پزشکی یک بار مصرفه. خب خیلی دوستای دور و برم زیاد بودن که میتونستم وارد مجموعهشون بشم، ولی اون علاقه در واقع که در شما وجود داشت و پیشرفتی که در مجموعهتون من هر روز داشتم میدم داره اتفاق میفته، خیلی دوست داشتم که و اون اقدامگرایی و ذهن در واقع پذیرش و رو به رشد شما خیلی برای من از همه جذاب‌تر بود. اینو قبل اینکه کوچمون هم شین احساس کرده بودین؟ در شما دیده بودم، بله. خب بالاخره یه سری مشاهده‌گری‌ها بود دیگه. زمانی که شما مجبور شدین فضاتون رو جابجا بکنید، تو این فضای جدید اومدید، هیچ لزومی نداشت در ابتدا بیاین و یه هزینه سنگین بکنید و اول بیاین اینجا رو حیاتش رو درست کنید. اینجا حیاتش رو بعداً فیلمش رو دیدید، اینجا حیاتش پر خاک بود و روز اولی که اومدم دقیقاً خاک بود. الان حیات فوق‌العاده خوشگل، جذاب، زیبا شده و واقعا اینو جدی میگم، هر جایی آدم میخواد هزینه کنی یه خورده دست و دلش میلرزه که این کارو میخواد انجام بده، ولی اینو شما با آغوش هم لرزید البته ولی انجام دادید چون برای کارتون ارزش قائل بودید و همینی که من اولا که خیلی بهتون تبریک میگم تو شرایطی که میدونیم تو چه شرایطی شما، حالا نمیخوام بازش کنم، دارین کار میکنید و فعالیت میکنید، با چه چالشایی روبرو هستید و یک خانوم هستید، وایسادید، مقاومت کردید، هنوز هم دارین میکنین، دارین ادامه میدی، این قابل تحسین و فوق‌العاده است. خیلی من بهتون تبریک میگم. که پشت اینا البته وجود یک خانواده درجه یک، پدرشون آقای مهندس عزیز و مادر گرامیشون که قطعاً به عنوان تکیه‌گاه‌هایی که همیشه کنار شما بودن و کمک‌های همیشه کمک بودن و وجودشون حس میشد، اون دلگرمی رو به شما میداد و میرفتین جلو. ولی چیزی هم که همیشه من از آقای مهندس یاد گرفتم، برای خودم هم میگم، آقای مهندس ماهی دستت نمیده، ماهیگیری یاده. خودش هم همیشه همینا میگه. البته من خیلی سنم که کمتر بود سر این بهش قول میزدم، خیلی پدر بابا چرا اینقدر من سخت میگیری نمیتونم اینا. بعد بابا هم موقع میگفتش بعداً میفهمی. واقعا هم همینه.
و موقعی که داخل مجموعتون اومدم علاقم بیشتر شد که پاپی رو راحت تر بیارم. خدایی؟ واقعا همینطور. خدا شکر. چون همیشه این فضای این برش بسته است، خب ما نمی‌بینیم چه از خبره. اون نظری که نمی‌بینید و بله. البته الان دوربینای 20 تا دوربین گذاشتیم حالا اینا رو خواستم بعد بگم که چه پیشرفتایی تو این مدتی که بوده یکی انجام شد. اولا فوق العاده خانم دکتر اقدامگرای عالی، یه نکته‌ای که بدونن براشون مفیده فرداش انجام دادم. من همچین چیزی ندیدم واقعا. و اون دوربینایی که شما گذاشتین خب یه اطمینان میده، کسی که از کارش ترس نداره دوربین میذاره اونجا. اونم تو کار پانسیون خیلی، یعنی خودم با استرس این کارو کردم، به خاطر اینکه به هر حال اینا موجودای زنده‌ان، هر لحظه هر کدوم یه کاری دارن میکنن. خود من قبل از اینکه اصلا دامپزشک باشم اونر بودم. عکس پروفایل پتستا رو شما نگاه کنید تو اینستاگرام، سگ منه که جوه منه با زومبه، که حالا زومبه مال باغمون بود ولی جو سگ خودمون بود، یعنی باهاش زندگی میکردیم و خب خودم خیلی حساسم، برای همین خیلی واسه خودم هم یه کار سختی بود، اما میدونستم ما داریم کاره رو درست انجام میدیم. به خاطر همین خب چیزی نبود که بخوایم پنهان کنیم. یعنی وقتی میگیم واقعا بدون باکس و قفسه، واقعا بدون باکس و قفسه. اونم حالا الان که دیگه ما جا انداختیم این رو، یعنی برای مجموعه خودمون، ولی یادم مثلا اوایل که ما میگفتیم باور نمیکردن خانواده. یعنی اون موقع که من شروع کرده بودم اصلا پانسیون نبود اینجوری، اصلا نبود. شاید مثلا یه خانمی بود که حالا اسمش هم یادم نمیاد، حالا گفتنی هم نیست، خیلی مثلا معروف شد به اینکه پانسیون میکرد، اینا رو اذیت میکرده. بله فیلمش تو اینستام خیلی این بود که مثلا اون موقع که من شروع کردم این بود. بچه فرمانیه. یادم نیست ولی یادم خیلی اصلا، یعنی جای سیگار رو تن سرما با پاش فشار میداد. بچه فرمان اون تو ذهن ما بود از پانسیون. واقعا درست داریم میگیم. بله این جسارت شما بود که اون دوربینو گذاشتیم و همچنین که میگم من وقتی وارد فضای این بر شدم، خب ما حالا اومدیم از دید کسب و کاری نگاه کردیم، اون پلنایی که یک سازمان باید داشته باشه. برای خود من شگفت انگیز بود. یه چیزایی میدیدم از خانم دکتر که میپرسیدم بعضی وقتا که اینو از کجا انجام دادی. یکیش اون کانال تلگرامی که خودتون دارید و چیزایی که براتون مثلا مفیده یا چیزایی که دستگیرتون میشه اونجا ثبت میکنید. خب این جزء کارهای خیلی خفن حرفه‌ای که مدیرا الان دارن انجام میدن. من خودم تو داستان آموزش یاد گرفتم یه همچین کاری میشه کرد. شما اونا انجام دادید یا مسیرتون رو که میام نگاه میکنم، ما یه عارضه یابی میکنیم اول کسب و کار که ورود پیدا میکنی. 8 بخش کسب و کار رو در واقع میام با چند تا سوال عارضه‌یابی میکنیم و اینجا نمره قابل قبولی داشت. حالا با یه سری ساختارهایی که خود خانم دکتر دارن انجام میدن بریم جلو، قطعاً من میتونم بگم به زودی در مثلا چند ماه آینده جزو یکای ایران خواهم بود بدون اغراق. الان هم هستید، یعنی دیگه بدون رقیب خواهید شد. بدون رقیب خواهید شد قطعاً. چون هیچکی نمیگه ماستا من پورشه، اینم هست. نه من الان تون مزیت‌های رقابتی شما رو میگم. یکی فضای فوق‌العاده خوبیه که شما دارین و حیات مجموعتون که وجود داره، همین که داخل قفس نیستن، داخل باکس نیستن، همین که اصلا من دیدم خیلی از پتا رو میارن جا خوابشون هم میارن، یعنی میگن عروسکشون رو میارن جا خوابشون رو میارن و شما اون فضا رو براش فراهم میکنی که احساس غریبی نکنه. البته اونایی که اتاق اختصاصی اگه میخوان، خب این شرایطش، یعنی میخوام بگم برای شما فراهمه اینجا، این امکان وجود داره که این کارو میتونن بکنن. خوش مزیته. و عرضم به خدمت شما که تیمی که تشکیل دادید و عرضم به خدمتتون که در بهترین منطقه آب و هوایی تهران هم هستید و غیر از اون ساعت پذیرشتون و ساعت تحویلتون هم فوق‌العاده است. خیلی اونم جزء یکی از مزیتاتون اگه بخوام بگم. و تو این مدتی که پاپی هیرو رو ما اینجا آوردیم یک دفعه نشد من بخوام برم خونه جای گازی رو تن اینا ببینم یا مثلا
گوشه‌گیری از اینا ببینم. همیشه وقتی اومدن خوابیدن، از خستگی بیهوش شدن. یه چیزی اعتراف بکنم، اون اوایل من میگفتم نکنه قرص میدن اینا اینقدر میخوابن، به خدا. بعد که وارد مجموعه شدم نه انقدر این توپه رو آقا مرتضی و اصغر خانم حتما پرت میکنن اینا دیگه بیهوش میشن واقعا. تایم بازی دارن بچه‌ها دیگه، یعنی طبق چارت همه بچه‌ها بازی میکنن، کسی هم نباید جا بمونه مگه اینکه دیگه خودش واقعا خیلی بدقلق باشه و پیر باشه یا مثلا نخواد بازی کنه. و تیم پر انرژیتون بچه‌ها رو به بازی میارن. من هیروی من خیلی بد اخلاقه و به هر کسی هم راه نمیده، ولی اصلا میخواد بیاد اینجا زوزه میکشه دروا. داشتیم میفهمیدیم تفکیک جدا کردن سگای بزرگ، سگای کوچیک و سگای عقیم، غیر عقیم. و حتی یه نکته خیلی جذاب امروز من شنیدم، اولا ایونت هایی که اینجا گذاشته میشه فوق العاده است، خیلی بهتون تبریک میگم. فیلماش هست تو همین چنل یوتیوب، بچه‌ها خیلی خوش میگذره. یعنی منم دلم می‌خواست تو خونه توپه میومدم، یکیمون کرکر رو من هنوز چشم دنبالش. و عرضم به خدمت شما که این مجموعه فوق العاده مجموعه خوبیه برای کسانی که دوست دارن به صورت اسپانسری هم در مجموعه شما فعالیت بکنن. من خیلی پیشنهاد میدم بهشون، بهترین جاست اینجا، چون همه حیوانات رو دوست دارن، سگ و گربه‌های خوشگل رو دوست دارن. و از خانم دکتر پرسیدم که تعداد ایونت این دفعه‌تون خیلی زیاد بود، چون من همینجا من توی دوربین موبایل میشمردم، حالا خیلی هم نمیدیدم، گفتم 20 خودش گفت 30 تا. اصلا نعمت ظرفیتم انقدر نبود، انقدر مامان پیام میدم بابا پیام میدم، مثلا حالا یکی که گفت من الان سرویس بفرستین داره بچه‌ها میاد جاش بدین. مثلا یکی دیگه میگفت نه حالا ما که این همه سال اومدیم واقعا این میشه ما رو قبول نکنید دیگه. ما هی ظرفیت‌ها مجبور شدیم که بیشتر کنیم دیگه، واقعا رسید بسی گفتم دیگه ان شاء الله سری بعد حالا بازم میذاریم همونطور که قبلا گذاشته بودیم حتما. ولی اینجوری شد که هی زیاد شد. استقبال خود خانواده‌ها بود که لطف دارن همیشه و دوست دارن که حیواناشون تجربه‌های جدید کنن. واقعا هم تجربه‌های جدیدیه، یعنی مثلا سگ شما مگه چقدر زندگی میکنه، ولی تو این زندگی مثلا فقط رو مبله، فقط تو خونه است، فقط رو کاناپه است، یا شب میاد تو تخت، حالا آیا ببرید پیاده روی آیا نبرید. و خب اینجا ما اومدیم یه سری کف بازی و حباب بازی و اون آب بازیه، اون استخر توپ، اصلا تجربه این که تو بتونی توی استخر توپ، مثلا بعضیاشون اولشون قفل میشدن بعد دیگه شما دیگه بعد مثلا یکم که میگذشت یاد میگرفتن که مثلا حالا تو این چیکار کنم، بعد که شیرجه میزدن. خیلی جالب بود واقعا. و حالا این مزه های جدیدی که اینجا امتحان میکردن، فضا محرک، یعنی یه سگ خیلی پیر داشتیم که این دیگه نمیتونست مثل بقیه فعالیت کنه، ولی انقدر محرکای محیط برای زیاد بود که ذهنش خسته شد، یعنی ذهنش تخلیه انرژی شد و اینم دوباره رفت شب خیلی راحت خوابید. آره نه خیلی بچه‌ها تو ماشین تنها موقعی بود که من اومدم دنبالشون نه پاپی نه هیرو یه پارس نکردن. یعنی اصلا همیشه این هیرو دم پنجره است و داره پارس میکنه به همه، اصلا سکوت تا خونه. اصلا من هی برمیگشتم نگاه میکردم خوبم اوکی همینم نه بیهوش. یه سوال از خانم دکتر پرسیدم، خانم دکتر یه سه چیز از کنترل آدم خارجه، مثلا که این همه سگ یه جا جمع باشن، من ندیدم یه دونه اکشن دعوایی بخواد بشه و دیدم چقدر قشنگ گفتن قبل از ورود روانشناسی شده و اون سگایی که اگه یه ذره مثلا سخت‌تر با سگای دیگه بر می‌خوردن یه نفر کنترل می‌کرده اونا رو که نخوان مثلا درگیری ایجاد بشه. خب این نشأت گرفته از چیه؟ تجربه بابت ایونت‌های مختلفی که انجام دادن و اون همه سگ و شما سر ساعت تحویل بدیم. من با یه خورده تأخیر رسیدم بچه‌ها رو ببرم، هیچکی اینجا نبود، تأخیرم زیاد نبود، 10 دقیقه بود. خودمونم افتخار کردیم. آره 10 دقیقه بود و من گفتم الان من تو کوچه چجوری برم سگا رو بردارم، تا پارک پیدا میشه نمیشه. بعد اومدم تعجب کردم و بعد پرسیدم نه میترا خانم گفتم من 30 تا فاکتور هم زدم. گفتم بابا دمتون گرم. 8
12-13 دقیقه بود من رسیده بودم. اینقدر همه چی مرتب، منظم، دقیق. پشتش تجربه است، پشتش علم، پشتش علاقه است و ایشالله که همینطور ایونت ها ادامه دار بشه و روز به روزم که اتفاقات جدید یوتیوبتون هم هر روز پربازی‌تر. حتما چی میگن؟ سابسکرایب. بله لطفا ما رو سابسکرایب کنید. ما اگه بتونیم تعداد سابسکرایبرامون رو به 1000 تا برسونیم دیگه میتونیم از طریق گوشی هم براتون لایو بذاریم و استریم کنیم داخل مجموعه، بتونیم بچه‌هاتون رو ببینین در طی روز چیکار میکنن چیکار نمیکنن و فکر میکنم خیلی جذاب‌تر بشه. مرسی از همراهی همیشگی شما توی این 7 سال خورده. حالا اونایی که کامنت میذارن در واقع زیر این پستتون که پست اولتونه یه جایزه بهشون بدید. یه جایزه بهشون قرعه کشی کنی. یه قرعه کشی میکنیم از اونایی که کامنت میذارن، یه مهد رایگان هدیه میدیم بهتون. به خیلی ممنون. مرسی که تا اینجا ما رو تماشا کردید. مرسی.